Toughest defender you face? Maldini. Toughest defender you played against? Paolo Maldini. Maldini. Paolo Maldini. Más difícil era Paolo Maldini. همه چیز از شهر میلان شروع شد. جایی که فوتبال فقط یک ورزش نبود، بلکه یک اعتقاد بود. سال 1968 در خانواده‌ای که فوتبال در خونش جریان داشت، پسری به دنیا آمد که قرار بود یکی از پاکترین و کاملترین مدافعان تاریخ شود. پائولو چزاره مالدینی، نامی که بعدها مترادف کلمه کمال شد. پدرش سزار مالدینی خودش یکی از چهره‌های بزرگ فوتبال ایتالیا بود. اما هیچ کس تصور نمی‌کرد پائولو نه تنها ادامه دهنده راه او باشد، بلکه کاری کند که نام مالدینی تبدیل به بخشی از تاریخ فوتبال جهان شود. پائولو از همان نوجوانی متفاوت بود. سرعتش، استایلش، آرامشش و یک درک تاکتیکی عجیب که در آن سن غیرعادی بود. فقط 16 سال داشت که برای اولین بار پیراهن آس میلان را پوشید. لحظه‌ای که بسیاری از همسن‌هایش در مدرسه بودند، او در برابر 40,000 تماشاگر ایستاده بود و هیچ وقت هم عقب نکشید. با گذشت زمان همه فهمیدند که این پسر قرار نیست یک بازیکن معمولی باشد. او یک رهبر خاموش بود، رهبری که با رفتار و شخصیتش تیم را هدایت می‌کرد، نه با داد و فریاد. مالدینی از آن مدافع‌هایی بود که حضورش خودش یک تاکتیک به حساب می‌آمد. توپ به سمتش نمی‌رفت و مهاجمان قبل از رسیدن به محوطه می‌دانستند که با کسی روبرو هستند که اشتباه نمی‌کند. دهه 90 و اوایل 2000 سالهای طلایی میلان تحت سلطه خط دفاعی بود که ستون اصلیش مالدینی بود. کنار بارسی، کاستاکورتا و نستا. یک دیوار فولادی، ترکیب عجیب خشونت کنترل شده و ظرافتی باور نکردنی. به ندرت خطا می‌کرد. تکل‌هایش پاک و دقیق بود و جایگیریش انگار از قبل پیش بینی شده بود. و اینجا جاییه که حرف یک افسانه دیگه بزرگی مالدینی رو ثابت میکنه. وقتی در یک مصاحبه پرسیدند سخت‌ترین مدافعی که در زندگیت روبرویش بازی کردی چه کسی بود؟ رونالدوی برزیلی بدون هیچ مکسی گفت پائولو مالدینی. جمله‌ای که از زبان بهترین مهاجم تاریخ خودش یک مدال افتخار است. اما مالدینی فقط یک مدافع بزرگ نبود. او نماد وفاداری بود. در دورانی که پول همه چیز را تعیین می‌کرد، او پیشنهادهای نجومی باشگاه‌های بزرگ اروپا را رد کرد و گفت: من با پیراهن میلان به دنیا آمدم و با همین پیراهن از فوتبال می‌روم. و همینطور شد. 25 سال پوشیدن یک پیراهن، بیش از 1000 بازی رسمی و فتح 5 لیگ قهرمانان اروپا. دستاوردهایی که شاید هیچ مدافعی در تاریخ نزدیکش هم نشود. سال 2009 آخرین قدم‌های مالدینی روی چمن سنسیرو، استادیومی که مثل یک کلیسا ساکت شده بود. همه می‌دانستند امروز فقط یک خداحافظی نیست. امروز تاریخ از فوتبال خارج می‌شود. باشگاه هم شماره 3 را بایگانی کرد و اعلام کرد این شماره تنها در یک صورت دوباره به زمین برمیگردد: اگر یکی از پسران پائولو روزی برای میلان بازی کند. بعد از فوتبال هم متوقف نشد. در مدیریت میلان نقش مهمی داشت. تیم را ساخت، ستاره آورد و دوباره روح رقابت را به باشگاه برگرداند. او چه در زمین چه خارج از زمین همیشه رهبر بود. پائولو مالدینی فقط یک بازیکن نبود. او فرهنگ فوتبال بود. تعریف کلاس، شخصیت، وفاداری و بازی تمیز. چهره‌ای که شاید هر چند دهه فقط یک بار تکرار شود. برای بسیاری بهترین مدافع تاریخ، برای میلان یک نماد و برای فوتبال یک افسانه جاودان. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک کنین و زنگوله رو هم روشن کنین تا از ویدیوهای جدیدمون جا نمونین.